سلام عرض میکنم به کل آن نفرانی که به خاطر استاد معین به اینجا سرجم آمدن و قبلا استاد را به این سرزمین تاجیکان خوش آمدین میگویم و یادآور میشوم که چندین سال است که با صدای استاد زنده‌ام و عاشقم و من تشکر میکنم از کارمندان همین یعنی که همین محفل امروزه که مرا اجازه دادن و این توار برایم و روبرو با استاد سخن کنم و از این خیلی شادم و این آرزوی بود که در قلب من سالها یعنی که میتپید این لحظه من به آرزوی خود رسیدم و البته خیلی از خرسندی نمیدارم چی بگویم ولی به هر روز استاد را دوست میدارم و خبری آمدن استاد را شنیدم و برایشان یک شیرک تقدیم کردم و باور میکنم که بعد استاد ارزنده است و استاد عزیز ما شما را در تاجیکستان حضرت عشق میگوییم و از این همه ما با خبر هستیم و براتون همین شعر را بخشیدم و با حروفات فارسی نیز به یک برقه که نوشتم و به دستتان میدهم التماس که با خود ببرید. این صدای درد آلود تو را هر کسی بشنید آهی میکشد. این صدای درد آلود تو را هر کسی بشنید آهی میکشد. عاشق افتاد اگر بر چاه غم این صدا او را به ماه میکشد. این صدا به از صدای بلبلان این صدا درمان درد عاشقان. این صدا بر جان من دارد اثر پس بخوان تو ای معین جاودان. می سرایی و دلم خون می شود حال من به طرز مجنون می شود. نه خطا کردم اگر خوان سرود غصه ها از سینه بیرون می شود. زندم من با صدایت ای معین بندم بر هر نوایت ای معین. زنده باشی حافظی مشهور شرق میکنم هرگه دعایت ای معین. حضرت عشقی و هستم پیرو مثل تو من عاشق دل باخته. آه صدای درد آلودت ولی بر دل من شور عشق انداخته. این صدای درد آلود تو را هر کسی بشنید غمگین می شود. لیک داند معنی سرود تو زندگی بهرش چه شیرین می شود. ای صدای تو صدای جاودان با صدایت هست مشهور جهان. با سرود و با نوای دلنشین خیر مقدم بر دیار تاجیکان. با سرود و با نوای دلنشین خیر مقدم بر دیار تاجیکان. استاد صداتان خسته نباشد و بگذار که برای ما عاشقان هم اول سرود و ترانه های عاشقانه ایجاد کنید. تشکر استاد عزیز. خواهش میکنم استاد یک دستخطی برای من حاضر میرم استاد یک دستخطی عالی جناب از جانب شما چرا که این آرزوی از کودکی تا به امروزی من است. سعید. Assalamu alaikum. Are you okay with giving charts? Okay, we have. Is he going to be able to come tomorrow for sound check? Or try one together? So maybe around 11 o'clock we'll be there. No, in a salon. We're going to go salon to sound check and then sound check together. Hello.
نوازنده فلوت هست. دوستان خوب هست آدم رنجه کرد اومده نه آوردنشو نه همینجا تکه شیرین رو آوردگی لغم اگه چیزی کمی دست چیزی برم این زودتر میخوام برم ببینم چی تو؟ این پدال نوشته بود دوم زندگی هست دو یاد اینه که آموزش هم میکنه تو باشی که چون میکنه آموزش هم میکنه تو باشی گرفته با هم بهتر صورت میگیره صورت دست باز هم ملودی هم یعنی 10 تا کار با دو دست انجام ولی خب حالا چجوری So we'll see how it works out. کن خدا سایو You liked it? No, lip sync. I don't even lip sync in Los Angeles. But I will look. They're a bit serious. They think I'm just like serious. They don't know I'm joking. مهمونیم تنبای منو برد نام چی؟ اونم آفیس کرد